آموزش امروز ما در این بخش کاملا کاربردیه. واسه اونایی که فر ندارن، مایکروفر ندارن، سولاردوم ندارن، این تجهیزات رو ندارن و خیلی هم دوست دارن که حتما پیتزا درست بکنن، هم خودشون هم بچه‌ها میل کنن، به نظرم پیتزایی که توی تابه درست بشه رو خیلی به کارتون میاد و خوبه که یاد بگیرید. خانم مالک عزیز اینجاست که این آموزش جذاب رو بهمون بده. خیلی خوش آمدی. قربان شما، متشکرم خانم مرادی عزیز. من سلام عرض می‌کنم خدمت همه بینندگان عزیز و عوامل تولید و امروز خوشحالم که در خدمتتون هستم و آموزش پیتزا رو میخوام بگم. آموزش پیتزا رو همیشه داخل فر انجام دادیم. میخوام امروز روی اجاق گاز انجام بدم که اونایی که فر ندارن اونها هم بتونن، یا حوصله اجاق گاز، من خودم گاهن حوصله فر رو ندارم، رو گاز سریع انجام بشه. چه کار خوبی کردید. و در ضمن به همزن و میکسر اینا هم نیاز نداشته باشه. فقط لطف کنید این گاز من اگه روشن کنید ممنون میشم. من مواد خدمت بینندگان عزیز توضیح بدم. موادمون خیلی هم کم و راحت. الان کدوم روشن شد؟ من مواد رو بگید تا این رو درستش کنم. آرد داریم. من با این لیوانای دسته‌دار موادم اندازه گفتم که همه راحت باشه، همه دارم. یک لیوان آرد که من آرد رو داخل کاسه می‌ریزم، یک لیوان به اضافه بیکینگ پودر، 1.5 قاشق چایخوری، 1.5 قاشق چایخوری و این دو تا رو با هم ترکیب می‌کنم. میرم سراغ ماست و مواد خمیرم همین سه تاست که تو هر خونه‌ای به راحتی پیدا میشه. بعد اینا رو با هم ترکیب میکنم. مواد اولیه مقدارش داره زیرنویس میشه. حالا عزیزانی که میخوان بدونن چه مقادیری از این مواد رو با هم ترکیب کردید خیلی راحت میتونن به زیرنویس مراجعه کنن. بعد مواد من همین که دارم این خمیر درست میکنم، مواد رو هم میگم. سس گوجه فرنگی داریم که سس گوجه فرنگی رو من خانگی درست کردم، چرا که یه سس گوجه فرنگی آماده به نظرم زحمت پیتزاتون رو هدر میده. چه جوری درست کردید سس رو؟ سس گوجه فرنگی رو ابتدا توی قابلمه آب جوشوندم. حدود من البته این اون مقدار نیست، من 1 کیلو کردم، این مثلا 1/3 اون مقداره. وقتی آب جوشید گوجه فرنگی‌های شسته رو روش 4 قارچ زدم، جدا نشدن از هم، مثل یه به اضافه. بعد که آب جوشید داخل آب ریختم گوجه فرنگی‌ها بعد از 1 ربع تایم گرفتم. بعد از 1 ربع از داخل آب جوش در آوردم داخل آب یخ که یخ توش باشه، یخ فراوون، داخل آب یخ ریختم و قشنگ مونده شده. 1 ربع داخل آب یخ مونده. فقط تو آب جوش 1 ربع داخل آب جوش، 1 ربع داخل آب یخ. بعد در آوردم پوستش به راحتی گرفته شد. الان تابستون گوجه ها قرمزن، قشنگن، میشه به راحتی انجام داد. ولی زمستون باشه گوجه های مقدار کم رنگن و یخ زده. تو زمستون اگه بود چند تا گوجه گلاسی هم قاطی این کار میکنم که رنگش خوشه. من بین اون اینو بگم که خمیر من درست شد، یه ذره به دست میچسبه، چسبنده است. خب من کم کم آرد نباید بچسبه. آره دیگه، به دست بچسبه، تو ظرفم میچسبه دیگه. یه مقدار آرد بهش میزنم که تا جایی که به دستم خمیر به دستم نچسبه. یعنی 1 لیوان آرد ریخته بودم، الان حدود 1-2 قاشق هم شاید آرد لازم شه. اینم البته بستگی داره به ماستتون. ماستتون اگه شل باشه آرد بیشتری شاید بخواد، ولی اگر از ماست چکیده یا کیسه نه چکیده، یه ماست معمولی شیرین، ماست معمولی شیرین می‌خوایم. یعنی منظورم که اگه ماستتون دقیق باشه یه مقدار ماستتون اگه رقیق باشه میتونه آرد بیشتری ببره، ولی خب نصف لیوان بیشتر نشه. خب من فوت کوزه‌گری اینو اینجا بگم. هر جا دیدین که اگه به دستتون میچسبه آرد مازاد بزنید. دیدید که نه آرد زیاد زدید، صفر شده، آرد صفر شده، بیاین ظرف ماست رو کامل تمیز کنید، بریزید توش. به این حالت اگه صفر شده باشه این درمان میشه. یعنی از آرد زیاد اگر صفر شد خمیر، آفرین، زمانی صفر شد. آره یه ذره ماست، منم ظرف ماست رو تمیز نکردم، لیوان ماست رو. الان این آماده شدش و ما این خمیر رو روشو میپوشونیم، میذاریم یه مقدار استراحت کنیم. من بخاطر یه مقدار حدود مثلا حداقل نیم ساعت در فضای در فضای محیط. بله من از قبل آماده کردم که وقتمون گرفته نشه، برای این کار منتظر نمیشیم. خمیر الان باز میکنم. خمیر رو که باز میکنم در سطح آرد پاش شده. بعد ادامه اون گوجه فرنگی رو من بگم. پس 1 ربع داخل آب جوش در آوردیم، 1 ربع داخل آب یخ، بعد در آوردیم پوستشو گرفتیم، 1 ربع که تو آب یخ موندش پوستشو گرفتیم و بعدش میکسش میکنیم با هر چیز، یا با گوشکوب، برنده یا با دستگاه میکسر
ریزش میکنیم دیگه. ریز که شد میریزیم توی قابلمه، میذاریم بجوشه با حرارت ملایم متوسط تا جایی که مثل رب آبش تبخیر شه، غلیظ شه. توی ظرف نمک و اینا هم بهش میزنیم. تو ظرف دیگه ما یه دونه پیاز و ریز نگینی خورد میکنیم با مقداری مثلا 70 گرم کره و 2 قاشق روغن مایه تفت میدیم. یعنی یه ذره سفت شده، این نرم شده نشده پیاز ما، یه هویج کوچیک رو هم ما نگینی ریز میکنیم. میشه رندم کرد ولی نگینی ریز. بعد اونم اضافه میکنیم، با هم دیگه دو تا رو تفت میدیم. بعد 4 حب سیر رو هم رنده یا له میکنیم داخلش، تموم شد. اونو میریزیم داخل اون سس گوجه فرنگی که به حالت رب شده. داخل اون میریزیم. بعد آماده است سس گوجه فرنگی. آره، چون این سس به نظر من یعنی سس پیتزا فونداسیون مثل پیتزاست. اونایی که میان زحمت همه این مواد رو میکشن و نگاه کن خمیر چقدر راحت آماده شد داخله. اصلا شما هم یه تسلطی دارید تو این موضوع، خیلی راحت جلوه دادید. خواهش میکنم. در ضمن نگاه کنید داخل ماهیتابی که کمی مثلا یه دقیقه قبل رو حرارت گذاشتیم داغ شده، میذاریم و صبر میکنیم که یک طرفش حدود 2-3 دقیقه زمان میبره که یک طرفش طلایی شد برمیگردونم طرف دیگه شو. بعد از 2 دقیقه برمیگردم طرف دیگه شو. بعد اون موقع سسو میمالم و نصف از پنیر پیتزا رو به میزانی که دوستان پنیر پیتزا پخش میکنم. پنیر پیتزا به میزان خب پس مالک من نگم موادو بگم پس چشم میدونم که میخوایم بریم. اینو که میخواید بگید خمیر رو که برگردونی به ترتیب سس گوجه رو سس گوجه فرنگی رو میمالیم. 4-5 قاشق استفاده میشه. بعد پنیر پیتزا داریم حدود 200-220 گرم برای یه دونه، اگه بخوایم زیاد باشه نصفشو کف ماهیتابه میزنم. بعد فلفل دلمه‌ای دارم حدود 5-6 قاشق میتونید خلالی. من آره قرمزا رو سبزا رو خلالی کردم ولی نارنجی زردا رو حبه‌ای کردم. بعد اینا رو پخش میکنیم. بعد زیتون اسلایس شده بدون هسته اینم پخش میکنم. خواستین گوجه گیلاسی هم مش میزنیم به تعدادی که دوست داریم، نخواستید نمیزنیم. این خیلی ساده و یه پیتزای سبزیجات میشه، ولی خب کسی خواست میتونه قارچ اضافه کنه، خواستش بهش هرچی. من در ضمن بهش بگم به هیچ کدومشون نمک نزدم، نیاز ندیدم نمک. به نظرم یعنی شما فرمودین الان نمک میزنین، گفتم نمک نزدم. بعد که همه این مواد رو ریختیم روشم بقیه پنیر پیتزا رو اضافه می‌کنیم. بله، بعد که همه مواد ریختیم بقیه پنیر پیتزا که نصفش نگه داشتیم روش پخش می‌کنیم. پخش کردیم در مایتابه رو می‌ذاریم 5-6 دقیقه با حرارت کم، یعنی کلاً حدود 15 دقیقه بیشتر زمان نمیبره برای پختش کلش. یعنی 5-6 دقیقه روی حرارت کم می‌ذاریم تا جایی که پیتزا قشنگ پنیر روش هم آب شه. اون آماده است. شعله پخش کن می‌ذارید یا فقط اگه شعله‌تون زیاد باشه شعله پخش کن بذارین، اگه نمی‌تونین کم کنین یا نمیشه پخش کرد کوچیکه نمیشه پخش کرد، ولی اگه اونطور نباشه با نیاز نیست با حالت همون حرارت کم گاز هم میشه انجام داد. من این برقیه داریم با همین نگاه کن. اینجا الان قسمتایی داره پخته میشه. من نگاه می‌کنم هر وقت که دیدم اون طرفش پخته شد میارم برمیگردونم. برگردوندنش هم خیلی راحته، میتونم با همین از کنار بعد از اینکه پخته شین راحت یعنی نرم شد میشه. آفرین راحت جدا میشه برمیگردونم. در ضمن ظرف هم با 1-2 قاشق روغن زیتون یا روغن مایه ما چرب کرده بودیم. خیلی هم عالی. الان پیتزاهایی که آماده کردید که اصلا خیلی دلبری دارن میکنن. نظر لطفتون اونا رو من ولی داخل فر پختم، ولی اینجا رو آره چون من اون سینیا رو نمیشه گذاشت روی فر. اینا همون شکلی میشه دیگه. میشه بله. همونا رو میتونیم اینجا انجام بدیم. هیچ فرق نداره. همین خمیر رو درست میکنید. من توی این مایه گوشتی زدم. خب توی این پپرونی زدم، توی اون یکی مرغ زدم، مرغ پخته. بعد اگه خواستین مرغ و قارچ و فلفل دلمه‌ای یا خاصی مایه گوشتی و فلفل دلمه‌ای قارچ یا پپرونی و همینطور. حتی این آموزش شما که الان فقط سبزیجات چقدر خوبه برای اونهایی که رژیم هستن، رژیم غذایی دارن و امروز من متوجه شدم اینجا از همکارای عزیزتون که متوجهم که رژیمن. زنده باشید. بله اینجا همه رژیم غذایی داریم هممون. دست شما درد نکنه. متشکرم. محبت کردید. حالا دوباره سر می‌زنیم باشه. شما تا سر بزنید که مندم موقع شد برمیگردید. کم مونده آماده شه. آره ببین نگاه کن داری الان بلند قبلا نمیتونستم بلندش کنم. یه ذره مونده. یه ذره اگه این خمیر حرارت با من یاری کنه اینو بلند میکنم برمیگردونم و با رنگش طلایی بشه دیگه. الان یه طرف که طلایی شده الان زیر برمیگردونم این طرفش هم میره طلایی میشه. متوجه شدین هر دو طرفش طلایی شده است. در حالی که اونایی که توی فرن یک طرفشون طلاییه. آفرین. یه طرفشون هم اتفاقا بعضی وقت خام میمونه. اگه کلوف باشه بله. این اونا چون توی فرن یک طرفشون طلاییه روشون زیاد نه مواد میگیره نمیذاره زیاد روش طلایی شه، ولی اینا که توی فر نیستش این خیلی راحت من یک طرفش که دیدم طلایی شدش میتونم برگردونم. یعنی یه مقدار در ضمن این قطر ماهیتابه‌ام بگم قطر ماهیتابه‌مونم 30. قطر ماهیتابه من 30. یعنی اگه خواستین ماهیتابه‌تون کوچیک‌تر بود تو قطر 15 میتونید 2 تا ماهیتابه
این خمیر رو تقسیم خمیری که آموزش دادید رو تقسیم بر دو کنیم. دو تا قالب 15 یا 20 سانت را میتونید انجام بدید. میخوام من برگردونم کم خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. ممنون. تشکر. دست شما درد نکنه. این پیتزایی که واقعا ساده هم بود، یعنی خیلی برای بانوان ایرانی ما که همشون کدبانوان میتونن توی خونه روی گازشون یک جشنواره‌ای از غذاهای جذاب و خوش‌طعم رو آماده بکنن.